استاد محترم یک با این ماه شریف رمضان تبریک میگم شما را همه را. اول خصوص طول یک سال میشد که پیروی از شما دارم، همه برنامه ها، همه طرف ها، همه سوال ها رو اکثریت جوابش رو میگیرم. من در همه یک گمان ماندم. اولا سوالم همین که در باره زکات ماه رمضان گذشته من مقدار سومم کم بود. امسال با که یک سال شد که من همه $21,000 پول مثال جمع کردم با امید خانه خریدن. حاضر من از همین پول میتونم برای زکات؟ بله، پولتون که به نصاب رسیده هست وای به مقصدی چی کی نباشد از وای زکات میتونید. بسیار از برادران و من خواهران میپرسند که ما برای خانه پول جمع کرده ایستاده ایم، از همون زکات دادن ممکن است یا نه. اون پول مقصدش یعنی که شما چی هست شریعت با اون نگاه نمیکنه. مادامی که پولتون به نصاب رسیده است باید زکات برارید. بعد برادرای عزیز وای زکات خیلی وای پول کم نمیشه. از $10,000 $250، از $20,000 $500 که پول کم نمیشد. وای برعکس زیاد میکند. زکات خودش از کلمه نمو، سبزیش، این مالی بنده را می سبزاند و برکت در مالش میشد. بله. در باره همین پول مقصد شرایط خانه بگیم خواهد همه ناز پدر مادر در خدمتمون همه وقت دست یاردن میرسد. ما هم در مهاجرت انا مثال ما از هر ماهی که من معاش را میگیرم $3,000 یا که مثال $4,000 میشد، من سر همین پول مثال $100 برای یک بیمار میگذارونم که مثال جهتی کمودی زندگی یا دیگراش با یا میشد که همین پول ما 4 کس با تقسیم کرده میدیم. باز حاضر من همین حالت با که من وقتی زکات دادم میشم یک تا ماما بگیم بی همون کس کسال است مثال من خیلی یاردم دست یاردم میرسد. حالی مال زکات هم میتونم از خیش تاورای خمون که مثال وضعیت زندگی شرایط متشنیش تنگ است و بعد از بانک قرض دارن دیگر جو که مثال یا نه، که اینا آدمایی که از بانک قرضدار هستند با اونها یاردم کرده نمیشه، برای آنکه اونها با الله تعالی و رسولش جنگ اعلام کردند. با اون آدمایی که در مقابل الله تعالی جنگیده ایستاده‌اند شما طرفی آنها شدنتان منع است. یعنی وای آدم ضد الله در جنگ قرار دارد، شما طرفی جانبداری دشمن الله هستید. اینها در وقتش سخن الله تعالی را قدر نکردن، اهمیت ندادن، بی‌پروایی کرده، قرض گرفتن از بانک و امروز به بلای قرض و بلای ریبا گرفتار شدن. باید خداشون از این مشکلی با توبه و با بازگشت به سوی الله تعالی برآیند. از مال زکات به اینها داده نمیشه. مال زکات برای پرقوت کردن اسلام و مسلمان ها داده میشه. بنابراین خودش صفت بیماری کفایه نیست. صفت فقر، صفت مسکنت، یعنی ناداری، همراهی دینداری، یعنی به بینماز زکات داده نمیشه. این چیزای ما بارها تاکید کرده هستیم. یعنی اگر همین آدمی بیمار هم مسکین باشد هم نمازخوان باشد بعد زکات داده میشه. لیکن اگر از بانک قرضدار باشد آن چیزی که ما میدونیم داده نمیشه. بله، برای آنکه به قرض آن آدمی از زکات داده میشد که در قرض گرفتنش مصرف نباشد، یعنی برای گناه قرض گرفتگی نباشد، برای اسراف قرض گرفته نشه. چون قرضدار شده میگیم میگود مثلا یه آدمی کم بغل پولش نیست آیفون 17 15 پرو مکس یا 17 پرو مکس گرفته است. و برای تو چی لازم است که همین چیز قیمت میخری و قرضدار میشی؟ یا مثلا در گناه صرف کرده است، در کازینو بای داده است، برای چی قرض داری؟ میگود من قمار رو بای دادم بنابراین از زکات به من تید. نمیشه داده. و ریبا از قمار گناهش کلان است. قمار گناهش از ریبا پست است برادرها. کدام آدمایی که از بانک پرسنت به پول گرفتن یا از دیگر آدم ها گرفتن، اینها گناهشون خیلی کلان است، قریب همون نزدیکی های شرک به الله تعالی، همون 7 گناهی کبیره که اولش شرک سر میشد، یکی از اینها
اکل ریبا، خوردن ریبا یا خورانیدن آن که پیامبر صلی الله علیه و سلم لعنت کردن. یعنی معناش اینه که ای الله، همین آدمی که قرض میگیرد به ریبا یا آدمی که به مردم به قرض میده، اینها از رحمت دور کن. گفته دعای بد کردگی هستند. بله.